یه روز یکی رفت پیش بزرگی، رفت پیش یه مانکی. از مانکه پرسید استاد بزرگترین مشکل جهان چیه؟ مانکه نگاش کرد گفتش که من یه سوال به جای اون ازت دارم، تو کی هستی؟ مرده گفت خب من مثلا اسمم جان سمیته. بعد مانکه بهش گفت نه اون اسمته، تو کی هستی؟ گفت خب من مثلا ریپورترم، گزارشگرم، برای فلان روزنامه کار میکنم. گفت نه اون شغلته، تو کی هستی؟ گفت خب من مردم، من مثلا سن و سالم انقدر. گفت نه اونم جنسیتته، اون سن و سالته، تو کی هستی؟ گفت خب من انسانم. گفت نه اون سپیشیزت، اون نژادته، تو کی هستی؟ گفت ای بابا اصلا نمیدونم من کیم. گفت این بزرگترین مشکل جهان، من نمیدونم کیم. تعداد انگشت شمار آدمایی که در طول تاریخ فهمیدن کیان مسیر تاریخ رو عوض کردن. چرا تو یکی از اونا نیستی؟ چرا لااقل به سمتش قدم بر نمیداری؟ چرا بقیه باید کمکت کنن؟ اونا اسمته، اونا لقبته، اونا گذشتته، اونا چیزاییه که به دست آوردی. تو کی هستی؟ نمیدونم. این بزرگترین مشکل جهان و هیچ کس نمیدونه تو کی هستی جز خودت. باید بهش پی ببری دیگه. اینو تو کتابا ننوشته ها، دنبالش تو لایو اینستاگرام نری یا دنبالش نری تو اینترنت سرچ کنی یا اینو جایی ننوشته. این موقعی معلوم میشه که چشات بسته بشه، بری تو چشای درونی تو باز کنی. دقت کردی تو همیشه داری تو خودت زندگی میکنی، تو همیشه تو همه عمرت درونت داره میگذره. دقت کردی که تو یه فضا تو 2 روز 2 تا حال کاملا متفاوت رو داری، بیرون همه چیز یه چیزه. یه روز بیدار میشی سر و حال، یه روز. دقت کردی به اینا؟ و همیشه به یه چیز بیرون ربطش میدیم. هوا امروز ابریه، به خاطر اینه که مدیریت نیست تو درونت، خبری نیست، کسی حواسش نیست. Wake up, that's all that means. تو که این 4 تا اسم و مشکل و نمیدونم طرحواره و عقده ها و کمبودها و نوروسیس، تو که اینا نیستی که. تو که این که برای برگشتی به خودتو توجیه کردی که من تنبلم و ناتوانم و من نتونستم و من کمبود داشتم و تو که اینا نیستی که. میخوای بدونی کی هستی؟ چشاتو ببند برو تو، چشاتو ببند مدیتیشن کن، چشاتو ببند به خودت سلام کن. یه لحظه دقت کن به این که تو داری واقعا عمیقا صادقانه تلاش میکنی که با خودت روبرو نشی. و مسئله اینجاست که تو نمیتونی این رو تا آخر عمرت به تأخیر بندازی. یه روزی این اتفاق باید بیفته اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی. اتفاقات بیرونی تأثیرات بیرونی دارن، اتفاقات درونی تأثیرات درونی دارن. اگر کیف پولتو گم کردی، یه اتفاق بیرونیه، بیرون دنبالش بگرد، نشین مدیتیشن کن. یه اتفاق بیرونیه، برو زیر میز و نگاه کن، برو تو ماشینتو بگرد، شاید یه جایی جا گذاشتی. یه اتفاق بیرونیه. ولی اگر آرامشتو درون از دست دادی، اگر عشق به خودت رو از دست دادی، بیرون دنبالش نگرد. ناامید میشی مجدد. غلط نیست، فقط جواب نمیده، فقط کار نمیده. It's not wrong, it just doesn't work. And you get disappointed. ناامید میشی و بعد ناامیدتر و بعد ناامیدتر و بعد فکر میکنی یه مشکلی دارم. من مشکلی نداری، یه کاری هست که انجام ندادی، فقط یه کار. ارتباط با خودت رو درست نکردی. چطور ممکنه زندگیت خوب باشه اگر ارتباطت با خودت خوب نیست؟